بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما. این برنامه فوق‌العاده رو امروز شروع میکنم، چون ما بعد پنجشنبه ها معمولا برنامه نداریم به صورت زنده، ولی به خاطر پرسش هایی که شما دوستان کردید وقتی که آقای ارشد ویدیوهایی رو، چه مصاحبه‌ای رو که در تلویزیون‌های دیگه انجام دادن، چه وبسایت و فیسبوک خودشون و ویدیویی رو که هفته پیش تا امروز هر روز از تلویزیون مردم پخش شده، سوالاتی رو که شما دوستان مطرح کردید به جا دیدیم که از ایشون دعوت کنیم تا پاسخ بدن. ایشون هم لطف کردن، قبول کردن. ضمن سلام به ایشون خوش آمد میگم و هر وقت که حاضر باشن ما یکی یکی این پرسش ها رو بپرسیم و ایشون هم پاسخ بدن. آقای داوود باقروند ارشد که با اسم داوود بی ارشد با ما هستند و از آلمان. خیلی خوش آمدید، بفرمایید و ممنونم که با ما هستید. آقای سروی، به شما و همه بینندگانتون و به طور اخص به همه خانواده های مجاهدین که در اشرف و لیبرتی، در اشرف سابق و در حال حاضر در لیبرتی در اسارت فرقه رجوی هستند. امیدوارم که به زودی این خانواده ها موفق به دیدار عزیزانشون بشن. ممنونم. همین اول من یه سوالی از شما بپرسم راجع به اشرف که صحبت میکنید. اصلا هیچ خبری اثری ازش هست؟ اینایی که میخواستن 1000 اشرف درست کنن. واقعیت اینه که خب اشرف با در واقع اگر بخوام به تاریخش اشاره کنیم، قرار بود که تمامی مجاهدین موضوع 3200 تا مجاهد تو اشرف بودن. خود رجوی در یک جلسه عمومی بعد از اینکه امریکایی‌ها قرار شد که حفاظت اشرف رو بسپارن به عراقی‌ها، اومد به میدان و مطرح کرد که خب با این حساب اینها عراقی‌ها وقتی اینجا رو تحویل بگیرن میخوان که تک تک شماها رو از ما جدا کنن و خلاصه اینجا سنگر مبارزه میهنه و ضروریه که تک تک شما شهید بشین و نفر آخر اون موقع مثلا مسئول اول شهید بشه و از اشرف باید تا آخرین نفر دفاع کرد. در همین رابطه هم اتفاقا بسیاری طرح‌های نظامی طراحی شد که برای دفاع از اشرف، بسیاری خاکریزها زده شد، حتی سلاح‌های سخت ساخته شد و در واقع کل ارتش اون موقع تو اشرف کوک مقابله با در واقع یک حمله با عراق شد که در واقع و همه حاضر شدن که در این رابطه به اصطلاح از بین برن و خود آقای رجوی برای ترغیب مجاهدین که اونجا بودن عنوان کرد که شما هر 1000 نفری که در این اشرف کشته بشین معادل 1 بار سرنگونی رژیمه. اگر 3000 تاتون هم کشته بشین یعنی رژیم 3000 بار سرنگون. که از اون بعد هم که خب گفتم برای اینکه اینا را مشغول نگه داره هر روز مانورهای مقابله با تهاجم دشمن میکرد که بعدم اگه یادتون باشه خب تهاجماتی، یعنی در وقتی که دولت عراق اومد و میخواست که مجاهدین اشرف رو ترک کنن چه درگیری هایی به وجود اومد و چه کشته هایی دادن. یک بار مثلا نزدیک 34 تا کشته و در 1000 تا زخمی و نزدیک 75 تا مصدوم و حتی تعدادی هم معلول داشتن. ولی وقتی همین اشرف رو که آقای رجوی میگفت باید تا آخرین 3000 نفر شما کشته بشین و ازش دفاع کنین، وقتی که وزارت خارجه امریکا اومد و گفت اگه یادتون باشه خانم کلینتون بود، گفت اگر از اینجا بیاین برین، از همون روزای اول هم بحث این بود که شما باید اینجا ترک کنین. اصلا قبل
یعنی از روزی که امریکایی اومده بودن، بحث این بود که شما باید اینجا ترک کنین، بریم به یک به اصطلاح قرارگاه موقت که از اونجا به تدریج منتقل بشیم، که خب بحث این که ما به هیچ وجه نیست. و همین به اصطلاح برنامه‌ای که خود آقای رجوی چیدش که باید تا 3000 نفر آخر اینجا شهید بشیم که به این طریق 3 بار رژیم سرنگون بشه. ولی وقتی که وزارت خارجه آمریکا اون موقع وزیر خارجه‌اش خانم کلینتون بود، پیشنهاد کرد، در واقع طرح کرد به آقای رجوی که یا به خانم رجوی که شما بیاین برین، ما شما رو از لیست تروریستی خارج میکنیم. بلا فاصله این امر که در واقع اشرف پایگاه در واقع پایتخت ایرانه، چرا؟ چون مثلا میکرد از پایتخت ایران باید دفاع کرد. چرا میگفت پایتخت؟ برای اینکه میگفت من توشم، مریم توشه، برای اینجا پایتخت اینجاست و باید تا 3000 نفر آخر اینجا چیکار کنن؟ شهید بشن و اینجا دفاع کنن. ولی وقتی که این پیشنهاد اومد، با اینکه میدونست اگر برن به اصطلاح پایگاه موقت، همونطور که از قبل هم بحث بود، چون اشرف حدود 6 کیلومتر در 6 کیلومتر وسعت داره و گسترش بسیار زیادی هست به لحاظ نظامی. بدین معناست که شما مورد هر حمله‌ای که واقع بشین، همونطور که در گذشته بارها مورد حمله واقع شده بود، چه بمباران هوایی چه بمباران موشکباران، صدمات بسیار بسیار کم بود و اینو خب چیزی نبود که کسی ندونه، 10 بار تجربه شده بود. ولی میدونستش که حالا اگه بریم توی قرارگاه، همیشه بحثش این بود که اونجا بریم چون متمرکزیم صدمات بیشتر. با این وجود بعد از اینکه بهش پیشنهاد دادن که شما رو از لیست تروریست خارج میکنیم، در واقع این خطرات رو برای مجاهدین به جون خرید و یک شبه پایتخت ایران رو 2 دستی تغییر میکرد و رفتن کجا؟ به قول معروف به لیبرتی. یعنی میبینیم که تمامی شعارهای رجوی فقط و فقط فریبی بیش نیست و در واقع تمامی شعارها و مطالبی که مطرح میکنه ناظر بر منافع اون لحظشه. و چرا؟ چون وقتی میره بچه ها رفتن به لیبرتی، باهاشو با تکه تکه شدن مجاهدین میپردازه، سودش رو قانون رجوی با در واقع فعالیت‌های به اصطلاح سیاسی و تبلیغی در غرب چیکار میکنه؟ استفادهش رو میبره. یعنی بنابراین اشرف هیچ ارزشی براش نداشت، به محض اینکه دید که خب خانم رجوی میتونه اونجا از با توجه به خارج شدن از لیست میتونه فعالیت سیاسی بکنه، براش دیگه جون مجاهدین اصلا ارزشی نداشت، از جمله اشرف. و از اونم خب بعد از اونم که ترک کردن دیگه تحت تصرف خود دولت عراق و کلا اصلا دیگه خارج شده اصلا از موضوعیت اشرف. ممنونم از توضیحتون. نتیجه این که از اشرف خبری نیست و خیلی جالبه که هم اسم اشرف مثل تمام سلطان ها اسم یکی از اعضای فامیلشون بوده و همون پایتخت رو هم چون خودشون اونجا بودن به اصطلاح این رو به عنوان پایتخت معرفی کرده بوده، ولی اونجوری که شما گفتید هیچ ارزشی هم نداشته. همچین که قول دادن که از لیست در میاین، ول کردن اونجا رو و به این روز افتاد که امروز میبینیم و میشنویم. شما اگر اجازه بدین من این پرسش ها رو شروع کنم ازتون بپرسم. بله. جایگاه خانواده در جنبش ها چی بوده؟ بعد جایگاهشون در ایران و جهان، چون بیشتر سوالا و فشارها الان در رابطه با خانواده ها هست و اینکه سازمان نمیذاره اینها ملاقات کنن و حتی سوالای بعدی هم توضیح میده یا از شما میپرسن که چرا این روش رو پیش گرفتن. آیا هیچ وقتی شما اونجا بودید
صحبت شد که چرا اینجوری هستن اینا. شروع کنید فعلا با این پرسش اولی که جایگاه خانواده رو توی جنبش ها توضیح بدید و چگونه بوده در ایران جان. اگر خاطرتون باشه تو به اصطلاح ویدیوی هفته گذشتمون من اشاره کردم به عنوان مثلا خانواده ها به عنوان نماینده خلق‌های تحت ستم شاخص حقانیت و میزان پایه اجتماعی و مردمی و ترازوی سنجش مشروعیت و صحت سیاست‌های جنبشه. این هم در تمامی کشورهایی که جنبش‌های مشروع مردمی جریان داشته وجود داره. مثلا همین از مثلا ایران مثال بزنیم. تو ایران با وجود اینکه مثلا شاه همه توانشون و همه پشتیبانی که مثلا امریکا و غرب یادتونه میکرد تونست جنبش مسلحانه رو با پیشتازی مثلا عناصری مثل حنیف نژادها، رضایی‌ها، جزنی‌ها سرکوب کنه، همون چیزی که خب در همه جای دنیا در این مقطع از تاریخ اتفاق افتاد. اما جنبش در تو پایه اجتماعیش در قالب خانواده‌هایی مانند خانواده رضایی‌ها، خانواده احمدزاده‌ها، جزنی‌ها سمبولیزه شده و ادامه پیدا می‌کرد. و دیدیم که این خانواده‌های باشه تا سطح خود پیشتازان بالا اومدن و خیلی معروف و محبوب شدن. مثلا محبوبیت مثلا خانواده رضایی در بعد از انقلاب برای همه روشن آشکار بود. تو خارج من خودم قبل از 30 خرداد خب بسیار جلسه سخنرانی و تظاهرات تو لندن و اروپا خب برگزار می‌کردم. من مسئول انجمن‌های دانشجویان مسلمان خارج کشور سازمان بودم. حد اکثر تو این جلسات سخنرانی و تظاهرات اینجا 200-300 نفر شرکت می‌کرد. اما یه بار پدر رضایی‌ها تو لندن بود و من تو دانشگاه اقتصاد لندن یه جلسه سخنرانی با حضور ایشون گذاشتم. باور کنید بیش از 3000 نفر شرکت کردن که کل تاریخ جنبش دانشجویی اصلا بی سابقه است که این تعداد به اصطلاح شرکت کننده در یک جلسه به اصطلاح حضور پیدا کنند که طوری که حتی تمامی راهروها پر شده بود و اساساً سیستم امنیت و حفاظت دانشگاه بسیار ترسیده بود. یعنی این نشون میداد که وقتی که پای خانواده ها، یعنی این نقش خانواده که آقای به اصطلاح حاج خلیل رضایی خدا بیامرزه وقتی که مردم و دانشجو فهمیدن که ایشون هست جون آوردن و این نقش خانواده ها رو در جنبش ها نشون میدن. یا مثلا بریم توی میدونیم که تو کشورهای آمریکای لاتین یکی از خشن‌ترین دیکتاتوری نظامی تو دهه‌های 50 60 70 حاکم بود و جنبش‌های مردمی گسترده‌ای نیز در اونها جریان داشت. مثل یادتون باشه این کوبا بود، شیلی بود، آرژانتین بود، بولیوی، اوروگوئه و کشورهای دیگه که سالها عمدتاً سرکوب شدن. ولی با وجود اینکه عناصر پیشتاز ضربه خوردن ولی این جنبش‌هاشون تو پایه اجتماعی خودش در قالب خانواده‌های مبارز ادامه پیدا کردن. طوری که در مورد این جنبش‌ها توسط مراکز بسیار معتبری مثلا همچون انتشارات آکسفورد کتاب‌های متعددی منتشر شد که مثلا یکیش همون The Legacy of Human Rights Violation in the Southern Cone، یعنی میراث در واقع حقوق بشر در نیم کره جنوبی، با لیست بلند بالایی از تشکل‌های مردمی خانواده‌ها حکایت می‌کرد، مانند جنبش خانواده اعدامیان، جنبش خانواده‌های زندانیان، جنبش خانواده‌های مفقودین و همینطور لیست بلند بالایی که اگر بتونیم لیستش نشون بدیم اونایی که مثلا تو خارج از ایران اون زمانها بودن، چون زمان شاه خب تو ایران جنبش‌های امریکای لاتین منعکس نمی‌شد و اجازه نمیداد، ولی خب وقتی تو خارج کشور خب اینا به طور وسیع انعکاس می‌گرفتن. همه در واقع میتونستن بگن که دیکتاتوری‌های نظامی با وجود اینکه جنبش‌ها رو سرکوب می‌کرد حریف خانواده‌ها نبود و فی الواقع این خانواده‌ها
با تحرکی که داشتن یه ولوله‌ای به راه انداخته بودن که مثلا در همین در میخوام اگر بخوام میزان تاثیرگذاری خانواده ها به عنوان نماینده خلق رو بگم، مثلا خانم مارگارت پاورز توی امریکا در کتابی تحت عنوان جنبش همبستگی ایالات متحده با شیلی در دهه 70 نوشت که در اون به گستردگی جنبش اجتماعی که ایجاد شده بود و تاثیر اون بر جنبش چپ در آمریکا و حمایتش از جنبش آمریکای لاتین مفصلا پرداخت. یعنی این خانواده ها به دنبال فعالیت هاشون، به دنبال سرکوبی که از پیشتاز شده بود، آنچنان تأثیرگذار بودن که حتی در واقع خود امریکا رو که مسبب این مثلا اعدام ها و شکنجه ها و زندان ها بود رو هم تحت تاثیر قرار داد، طوری که خب این کتاب های فقط برای جمع آوری و ثبت این جنبش ها خب نوشته میشد. ما اون موقع مثلا اون زمان من خودم انگلستان بودم، با نماینده مثلا گروه هایی که از امریکای لاتین تو انگلستان بودن و به اصطلاح عناصری که عین خود ما از زیر اعدام و زندان و شکنجه فرار کرده بودن اومده بودن در تماس بودیم. مانند مثلا اگه شما خودتون یادتون هست مثلا این جنبش میر بود یا همون جنبش چپ انقلابی، اینا ارتباط داشتیم و در واقع فعالیت های اونا رو به طور گسترده خود ما هم حمایت میکردیم. مثلا در قالب جنبش های دانشجوی دانشگاه ها، مثلا من خودم تو دانشگاه خودمون مثلا رئیس انجمن دانشجویان ایرانی بودم، عضو اتحادیه دانشجویان سراسر انگلستان هم بودم. شاهد بودن که تو اتحادیه دانشجویی کل انگلستان چه حمایتی رو این خانواده برانگیخته بودن و چه حمایتی رو در واقع به سمت جنبش های امریکای لاتین چیکار میکردن؟ سمت میدادن. بنابراین این جایگاه رو چه در به اصطلاح ایران خانواده ها و چه در جنبش های بین المللی و به طور مثلا مثال دادم از آمریکا لاتین رو خانواده ها دارن. سوال بعدیتون اگه بفرمایید. آخه بعد از انقلاب بود و درست قبل از 30 خرداد، چون در واقع سازمان برنامه‌ریزی کرده بود برای 30 خرداد. حالا اگر وقت بشه من میگم سازمان مبارزه مسلحانه به دروغ میگه که بعد از 30 خرداد و به اصطلاح درگیری روز 30 خرداد شروع شده. سازمان از قبل از اون برنامه‌ریزی کرده بود برای درگیری مسلحانه و در واقع اصلا از شروع بعد از در واقع از شروع انقلاب برنامه‌اش همین بود. خب عطف به این قضیه که میدونست آقای رضایی رو از ایران خارج کرده بود، در علاوه که مادر رضایی داخل بود. آقای رضایی رو از ایران خارج کرده بود که یه وقت به اصطلاح نره و علیه سازمان حرفی بزنه، چون آقای رضایی مخالف سیاست‌های وضعی بود که حالا من اشاره میکنم. خانواده شاخص حقانیت و مشروعیت جنبشه و وقتی میبینیم که پدر رضایی ها در اون شرایط قرار میگیره با وجود اینکه خب دیکتاتوری نظامی شاه با کسی شوخی نداشت ولی رد میکنه و از جنبش و از بچه‌هاش در واقع حمایت میکنه. خب در واقع وقتی از سوال این میشه که کارکرد خانواده ها چیه، ما گفتیم که خانواده به عنوان نماینده خلقی که پیشتازانش سرکوب اعدام شدن هستن
سالیان در مقابل اینا چیکار میکنن؟ سالیان فرچه مال امریکای لاتین و یا کشورهای دیگه، سالیان میدونید که اینا در مقابل زندانها، در مقابل مراجع دولتی و هر کجا که میتونستن، چه در داخل کشور مثلا تو شیلی یا مثلا بولیوی یا مثلا آرژانتین و یا کشور، هر جایی که میتونستن، یا حتی در خارج از کشور خودشون، به طور گسترده‌ای اینا فعالیت میکردن و از جنبش مردم کشورشون رو برمی‌انگیختن. یعنی در واقع ادامه دهنده اون پیشتاز بودن. خب و از این طریق خانواده ها دست در گلوی دیکتاتوری خودشون داشتن و تمام دنیا در حمایت از خانواده ها در واقع از مقاومت مردم اون کشور حمایت میکردن. اونقدر که جنبش ها بعد از سرکوب‌های اجتماعی قوی بودن که بسیاری جنبش ها رو خود گفتم که حتی تو امریکا که مسبب این جنایت ها بود برمیگردید، چون واقعیت اینه که همه جا که کوبا نمیشد که عده بسیار محدودی پیشتاز تونستن عمده کار انجام بدن و شرایط بسیار خاصی میطلبید که جای دیگه شاهد نبودیم. چون اگه یاد باشه دیدیم که چه گوارا بعد از کوبا خواست هم تجربه کوبا رو بره تو بولیوی امتحان کنه که درجا شکست خورد و خودش هم شهید شد. بنابراین حقانیت یک جنبش نقش 99% بازی میکنه در ادامه اون جنبش مردمی در بستر خانواده ها. ضمن که هیچ جنبشی هم مانند ایران آقای صبحی این فرصت رو به نام فاز سیاسی 2.5 سال نداشت که ما داشتیم و دولتی باشه که اجازه بده چنین گسترشی پیدا کنیم. یعنی مردم برای 2 سال تا 3 سال به طور گسترده شما رو تجربه کنن که اگر به حق باشی و ریشه دار باشی و سیاست رو تایید کنن، خب به دنبالت میان. همونطوری که میبینیم بقیه جنبش ها، چون جنبش پایه اجتماعی داره، جنبش سیاستاش مورد تایید توده هاست، با وجود اینکه تمامی جنبش سرکوب میشه، حکومت نظامی برقرار میشه، ولی این حرکت در پایه اجتماعی از طریق خانواده ها ادامه پیدا میکنه. خب یعنی من در واقع به طور خلاصه و تیتوار نقش خانواده ها رو در جنبش های انقلابی و مردمی چه در ایران و چه تو کشورهای دیگه بهش اشاره کردم که فی الواقع همونگونه که گفتم بسیاری کتب نوشته شده تا بتونه بخشی از اون رو منعکس کنه که همش و در اساسا بیانگر نقش کلیدی خانواده در جنبش هست. خب من الان در رابطه با خانواده هایی که چه زمان شاه و چه در زمان در واقع در امریکای لاتین گفتیم که خانواده میرفتن در واقع بیخ گلوی دیکتاتوری حاکم رو میگرفتن، اما میبینیم که تو ایران این خانواده ها همونجور که آقا و خانم رجوی به درستی خودشون تو بوق و کرنا کردن، خب که گلوی خانواده ها در واقع اومدن گلوی همین زوج محترم رو و حرکتی که مدعی اون هستن رو گرفتن. چرا خانواده ها به این بحث چرا به عنوان نماینده خلقی دست در گلوی رجوی دارن؟ چه خانواده هایی که به قول آقای رجوی از داخل میان، چه اونایی که از خارج میان، یعنی چه خانواده هایی که ساکن ایرانن، چه اون خانواده هایی که ساکن خارجن. خب توی یه جمله میخوام جایگاه اجتماعی، حقانیت سیاسی و پایه مردمی مشروعیت جنبشی به نام مجاهدین رو از زبان خود مسعود رجوی در قالب و از دریچه خانواده ها بیان کنم. این سوال بسیار مهمیه که چرا این مقوله در تمام دنیا خانواده ها رو به سوی حاکمیتشون دارن، ولی در رابطه با آقای رجوی و خانم رجوی و جنبشی که مدعیش هستن برعکس رو به آقا و خانم رجوی دارن و در واقع گلوی جنبش رو چسبیدن. آقای رجوی جنبش مدعی خودش رو اینطوری بیان میکنه، میگه اینو در واقع در کتابی که خودشون به نام خانواده مجاهدین، ببینین
از همین تیتر کتاب خیلی چیزایی میشه فهمید با توضیحاتی که دارم. یا کتاب نویسندش کیه؟ مسعود رجب. خب میگه که حرف مجاهدین از 45 سال پیش این بوده: خانواده اجتماعی و سیاسی و تاریخی و آرمانی هر مجاهد خلق است و بس. حتی به این هم بسنده نمیکنه و برای شیرفهم کردن، البته این کتاب اساسا رو به مجاهدینی که توی در اسارتشن، به این گفته هم بسنده نمیکنه، یعنی زیرا به خانواده رو زد و گفت ما فقط خلق داریم و بس. به اینم بسنده نمیکنه. برای شیرفهم کردن مجاهدین دوله بیعت اشرف دقیق تر میگه، اینجوری میگه: خانواده حقیقی هر مجاهد، خانواده حقیقی هر مجاهد خلق و هر آن کس که میخواهد مجاهد بماند و مجاهد بمیرد، یا در ارتش آزادی و جبهه مقاومت است یا در خاوران و قطعه مروارید است و بس. شدت هذیانگویی رو میبینین آقای سربی. اولا اینقدر فشار بر گلوی آقای رجوی بالاست که مجبور میشه بگه ما خانواده نداریم و برای اینکه ایز گم کنه دست به دامنه خلق میشه، میگه ما فقط خلق داریم. انگار که این خانواده که ازش صحبت میکنیم و خودش صحبت میکنه از مریخ میاد و ایشان دست به دامن مقوله موهوم به نام خلق میشه که در زمین موجوده. ثانیاً باز برای کم نیاوردن در مقابل مقوله خانواده ها و بی‌پایگی خودش در میان خانواده‌های مجاهدین مجبور میشه که اون رو به دست خودش در قبرستان خاوران و قطعه مروارید دفن کنه. یعنی میگه ما اگر خانواده‌ای هم داشتیم، چون ممکنه برای مجاهدین سوال بشه که ما که این همه خانواده داریم، میگه اونا خانواده‌مون دفنن، ما خانواده نداریم. ثالثاً به خوبی تو این بیان بسیار دردناک و تلخ به عمق بی‌پایگی یک جنبش، عدم مشروعیتش و تنفر مردم از اون میشه پی برد. وقتی ما جنبش‌های دیگر رو می‌بینیم که چه به اصطلاح خانواده‌ها چه نقشی در حمایت از اون جنبش‌ها و نمایندگی می‌کنن مشروعیت و حقانیت و صحت سیاست‌ها رو، وقتی آقای رجوی بنکل منکر هر گونه رابطه و داشتن خانواده میشه، این دقیقاً منعکس کننده بی‌پایگی و در واقع عدم مشروعیت خودشه. براتون بگم، لنین تو کتاب چپروی بیماری کودکانه در رابطه با رابطه جنبش‌ها با توده مردم، رابطه سیاست‌ها یک جنبش با توده مردم و در واقع تفاوت تروریسم و مبارزه مسلح انقلابی، خب یا همون مشروعیت جنبش‌ها، میگه صحت استراتژی و تاکتیک سیاسی پیشاهنگ بدون آنکه انبوه‌ترین توده‌ها با تجربه شخصی خویش به صحت آن یقین حاصل کنند، حتما تلاش پوچ، جمله پردازی و ادا و اطوار از کار در خواهد آمد. این گفته لنین در کتاب چپروی بیماری کودکانه. یعنی بدون اینکه سیاست‌های شما توسط توده با تجربه شخصی خودشون به صحت اون یقین حاصل کنن، اگه شما به سیاست دست زدی، در واقع تروریسم هست کارتون و جدا از توده. خب وقتی شما در قطع از یک جامعه دست به اسلحه میبری، ترور میکنی، بمبگذاری میکنی، کشت و کشتار راه میندازی، میشه همونی که سازمان در بعد از در واقع
30 خرداد سال 60 شاهدش بودیم و همین هم علت نابودی اون با سرعت بسیار بالا که 1-2 سال بود. یادتونه دیگه از سال 60 که به اصطلاح آقای رجوی یه شبه مبارزه مسلحانه اعلام کرد تا ضربه در واقع آخرین ضربه جدی و در واقع تموم کننده که 11 اردیبهشت سال 61 بود زیاد طول نکشید و بعد از اون هم دیگه فقط جمع آوری هر وقت رژیم فرصت میکرد بقیه رو میخواست جمع کنه. بنابراین و بعد یا مثلا بعد از پرواز تاریخ ساز آقای رجوی و اومدنش به جبار خاک میهن، آقای رجوی توسط صدام ارتش آزادبخش را میندازه و در مرزها خب نیروهای تک افتاده رو شکار میکنه و بعد رژه میده و از اون سرمست میشه. خب میبینیم این با یه تاکتیک سیاسی قبول آتش بس توسط حاکمیت دود میشه میره هوا. خب همونگونه که وقتی حمایت میبینیم دیگه عربستان، قطر، خب یعنی وقتی که با حمایت عربستان و قطر و بقیه کشورها شما میای عراق، عمده عراق و سوریه رو همونطور که دارم مثال آیسیس رو میزنم، آقای البغدادی تصرف میکنی. وقتی که حامیان و اربابان میرن کنار، عالمی علیه شما و جنایت های شما موضع میگیرن و خواستار ریشه کن شدن چنین نیروهای جهنمی میشن. یعنی به این میگن سیاست ها و در واقع اقداماتی که هیچ ربطی به مردم نداره. شاهدیم که اخیراً هم بعد از اینکه این حمایت ها از آیسیس رفته کنار، الان دارن چیکار میکنن؟ تروریسم و افسار گسیخته‌اش رو جمع میکنن. خب با آقای رجوی هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. بنابراین دست به سلاح بردن و خشونتی در داعش و القاعده یا در بوکو حرام شاهدیم، اسمش مبارزه و جنبش مردمی نیست، بلکه تروریسم افسار گسیخته. آقای رجوی هم با شناختی که من از ایشون دارم و تقریبا در همه زمینه‌ها ایشون رو نه یک بار که صدها بار تجربه کردم، میدونم که همه مردم ایران و سیاسیونی که به نوعی با ایشون متاسفانه مجبور شدن کار کنن همین تجربه و شناخت رو دارن و با آن اذعان میکنن، مگر کسایی مثل شورایی‌ها که جیره‌خوارشن و یا اون کسایی که معروف شدن به اصطلاح افراد کرایی به دلیل مصلحت مزدشون ایجاب میکنن که چیزی غیر از این راجع به رجوی بگن. واقعیت آقای رجوی و جنبشی که مدعیشه همینه. اگه سوالش ببینید، خب وقتی که چیزی به نام ارتش آزادی بخش رو عراق در واقع از نیروهای مجاهدین به عنوان عناصر پیاده استفاده میکرد، کلاش به دست عملیاتی انجام میداد که تماما توسط ارتش عراق بود، یعنی تمامی عملیات توسط ارتش عراق بود، فقط نیروی پیاده و نفوذ کننده بچهای مجاهدین بود. خب اینا کی رو میرفتن میزدن؟ مثلا میرفتن چند تا تک سنگری رو به فرض شروع کردن که تو جبهه ها 3 نفر 4 نفر توش سرباز بیچاره‌ای که اومده بود تو مرز رو هدف قرار میدادن. اینا رو میگفتن هر چقدر میتونستن رو میکشتن، هر چقدر که میتونستن با خودشون برداشت میآوردن. خب بعد این اسمشو گذاشته بود ارتش آزادی‌بخش، میخوام بریم ایران بگیریم. منظورم اشاره به این کارکردهای ارتش آزادی‌بخش بود که دیدیم به محض اینکه انقدر این پوشالی بود، به محض اینکه با یک مانور ساده سیاسی
که وقتی حاکمیت در واقع آتش بس و پذیرفت، خب درها بسته شد. یعنی دیگه عراق این اجازه رو یعنی نمیتونست از نیروهای سازمان استفاده کنه و حمله کنه، چون دیگه آتش بس داده بودن. منظورم اشاره به این امر. ببینید خانواده برای رجوی از روز ازل هیچ ارزشی نداشته. اینو من چرا میگم؟ ببینید رجوی در واقع در اوج دجالگری داره تلاش میکنه که تمامی مخالفت مردم ایران رو از خودش که در قالب خانواده ها، یعنی به صورت خانواده تجلی پیدا میکنن، رو چکار کنه؟ ترور کنه. خب بنابراین بسیار ضروریه که ما رجوی رو خوب بشناسیم و ببینیم که اصلا رجوی با مقوله خانواده از روز ازل چه رابطه‌ای داشته و اساساً به پایه اجتماعی که ما گفتیم خانواده شاخص پایه اجتماعی چجوری نگاه. خب بنابراین لازم ما اینو توضیح بدیم که خلاصه رجوی چه اونجایی که از خانواده خوب گفته و چه اونجایی که بد گفته، چون خیلی وقتا خوب گفته، خیلی وقتا بد گفته. ریشه همه اینا در آقای رجوی در بیماری رهبری طلبی و امامت طلبی و پیامبر دیدن خودشه. الان توضیح میدم. آقای رجوی رهبر یک جنبش مردمی نبوده که نیاز به پایه اجتماعی داشته باشه. توضیح دادم دیگه، گفتم لنین میگه اگر شما سیاست توسط وسیع ترین اقشار جامعه با تجربه شخصی اونها مورد تایید قرار نگیره، شما هیچ ربطی به مردم نداری. خب ایشون هم آقای رجوی هم همچون ابوبکر البغدادی، بن لادن و غیره پیامبری میدونه خودشو که باید همه رو نابود کنه و به قول خودش طرحی نو در اندازه. یعنی شاخص حقانیت همونطوری که لنین و یا تاریخ مبارزات میگه مردم نیستن، بلکه شاخص خود رجویه. یعنی یک تفاوت کیفی وجود داره بین جنبش‌های مردمی و جنبش‌های دیکتاتوری تروریستی. من از کتاب آقای رجوی میخونم که شما این به اصطلاح مطلب رو بیشتر بتونم توضیح بدم. میگه با پس افتاد در همون کتاب خانواده هایی که خدمتتون گفتم، میگه با پس افتادگی سیاسی گمان میکنم که مجاهدین از ترس اینکه مبادا برچسب بخورند که از رأفت اسلامی و عاطفه خانوادگی به دور هستند، ناگزیر به مزدوران اعزامی و خواستهای آنان تن میدهند و آلوده میشوند. شکر خدا که دشمنان شما را اینقدر ابله آفرید. صبر کنید تا ببینیم که این تک و پاتک تا کجا زیانکار خواهند شد. فکر میکنم شکست سختی در انتخابات عراق در انتظار است. داره به مجاهدین میگه آقا جون، ما اصلا عاطفه و اینا حالیمون نیست. خانواده بی خانواده. این که میگم آقای رجوی رهبری یک جنبش مردمی رو نداشته که بنابراین آقای رجوی اصلا پایه اجتماعی نمیخواد و نداره. چرا؟ چون خودشو در واقع امام پیغمبر میدونه، این همین رهبرهای تروریستی جان، این ابوبکر البغدادی و بن لادن، اینا میبینیم دیگه، هر کس هم باهاش همراهی نکنه میبنده سرش میبره یا صد تا میکشه. بنابراین دنیا باید به این تفاوت رویکرد دیکتاتوری تروریستی رجوی همانند استالین، هیتلر، کیم یانگ اون کره شمالی یا همون پل پوت و امثالون توجه کنن. یعنی در دیکتاتوری تروریستی اگر خلق و جامعه از این دیکتاتور پیروی نکنه، این جامعه است که باید نابود شه. و بیخود از آقای رجوی
نباید خواستار برخورد انسانی با خانواده و تکیه اونها و به اونها به عنوان پایه اجتماعی تکیه کنه. من همواره مثلا توی بحث ها و یا توی نوشته هام گفتم و گزارش کردم و تمامی کسایی که به اصطلاح مجاهدینی که شاهد رجوی بودن و باهاش کار کردن و جدا شدن گفتن که رجوی سالهاست در درون تشکیلات از زبان مریم رجوی و مهوش سپهری به عنوان نفر سوم سازمان به خلق فحاشی میکنن که چرا دنبال مسعود رجوی راه نمیافتن، چرا اون رو به عنوان امام زمان به رسمیت نمیشناسن. صدها بار به خلق و به مردم توهین کردن. من مطمئنم که خیلی ها ممکنه این رو باور نکنن، ولی واقعیت اینه که این جریان داره. همه مجاهدین شاهدن. آقای رجوی خودش رو مثلا اگه تو همین کتابش خودش رو حضرت نوح و مردم رو چیزی که باید با طوفان نوح بین برن میدونه. در همین کتاب لعن و نفرین که خانواده ها نیز با این مسئله به روشنی اشاره میکنه که من بخونم براتون از روی همین کتاب که در واقع چجوری رابطه خودش با خانواده و چجوری خانواده ها رو لعن و نفرین میکنه به چه صورت. میگه حالا ببینید در میان برهوت صحرا و در این مطالبی که از آقای رجوی میخونم از کتابش، ببینید اوج دجالگری و تحمیق که مال قرون اعصاره به خورد مجاهدین میده تا اونها رو علیه خانواده‌شون برانگیزه. میگه حالا ببینید در میان برهوت صحرا و بیابان و خشکی افرادی که یکباره میبینن دنیا عوض شد و خشکی به دریا تبدیل شد. میگه شما که تو این برهوت اشرف میدونید که اونجا بسیار گرمه و بیابانه دیگه، وقتی میبینن دنیا عوض شد و خشکی به دریا تبدیل شد دوچار چه بهت و حیرتی میشون. آخر تا همین دیروز هر کس که از کنار کارگاه نوح رد میشد، منظور حضرت نوحه، منظورش اشرف کارگاه حضرت نوح یا اون کشتی حضرت نوحه، خودش هم حضرت نوح میدونه. یک متلک و لغزی بار اینها میکرد، یعنی به نوح و کسایی که اونجا بودن، و میگفت اصلا معلوم است شما دارید چه کار میکنید و برای چی اینجا هستی؟ خودتان را مسخره کرده اید؟ بروید دنبال زندگیتان، بروید دنبال دستگاه حاکم بشوید. یعنی در واقع وصل کرد به همون فرهنگی که خودش میخواد، داره مارکی میخواد رو میزنه. بروید و دنبال دستگاه حاکم بشوید. فکر سرنگونی این دستگاه رو هم بالکل از سرتان بیرون کنید. داستان سرایی داره میکنه. تو پرانتز میگه در پرانتز بگویم که خوب میدانم هر وقت من برای شما قصه میگویم خسته نمیشوید، چون میدونه که چرت و پرت میگه و خوب گوش میکنید، لکن باور کنید که این یک قصه نیست، عین واقعیت است. تحقیقات زمین شناسی و باستان شناسی هم وقوع چنین طوفانی رو تایید میکنن. الغرض میبینید، یعنی همه اهرم‌های دروغ رو سرهم میکنه که این بچه ها رو اونجا مغشویی و فریب بده. میگه الغرض آب بالا آمد. خدا هم قبلا به نوح گفته بود که به یارانت بگو که روزی خواهد رسید که آنها به مسخره کنندگان خواهند خندید و چنین روزی بالاخره فرا خواهد رسید. یعنی میگه یه روزی هم میشه که شما که تو این کشتی نوح هستید، تو اشرف هستید، به بقیه خواهید خندید. بهشون امید میده به اسم. وقتی یارانش داشتن سوار کشتی میشدن به ناگاه یاد پسرش افتاد. اینجا حالا مقوله خانواده رو، اونجا میخواد زیرا خانواده رو. یاد پسرش افتاد حضرت نوح که در طرف مقابل بود. پسر را صدا زد و گفت پسر جان سوار شد، تو هم با ما بیا. پسر دعوتش رد کرد، گفت من میروم، روی یک بلندی نیستم،
آب به آنجا نمیرسد، تو برو پی کارت. به باباش که حضرت نوح باشه برو پی کارت. عاطفه پدری یک لحظه بر نوح غلبه کرد. داره میگه میفهمم ممکنه عواطف خانوادگی شما هم بیاد سراغتون، ولی این کاری که شما باید بکنی و دستور خدا اینه. میگه عاطفه پدری یک لحظه بر نوح غلبه کرد، خدا را خطاب قرار داد و گفت خدایا این پسر من است و البته که وعده تو حق است و تو بهترین داور هستی. خب حالا جواب خدا رو برای مجاهدین به نوح میخونه. میگه اما خدا نهیب زد، آن هم به پیغمبر اولوالعزم، که اولا این پسر از سنخ تو و از خانواده سیاسی و ایدئولوژیکی تو نیست. وقتی میگه سنخ ایدئولوژیکی تو نیست، منظورش اینه ایدئولوژیک اسم مستعار رجویه، یعنی میگه این رابطه ایدئولوژیک در رابطه با رهبری نداره خانواده‌ات. پس میگه این از جنس سیاسی ایدئولوژیک تو نیست، درسته رابطه خونی با تو داره. ثانیاً خدا داره از زبان خدا به نوح میگه. ثانیاً این پسر در جبهه عمل ناصالح قرار داره، خلافکار اصلا. ثالثاً اصلا از من این خواسته ها را که نسبت به آن آگاهی و وقوف نداری و حواست نیست نکن. به مجاهدی میگه آقایون شما یه چیزایی هست خبر ندارین، فقط من خبر دارم، از این حرفا از این درخواست هم من نکنین. این حرف رو در قالب حرف خدا به حضرت نوح میگه. رابعا وای به حالت اگر از طایفه جاهلان باشی آقای مجاهدی و رابطه تنی و خونی خودت رو، یعنی رابطه فامیلی رو، بر رابطه ایدئولوژیکی ترجیح دهی. رابطه ایدئولوژیک گفتیم کیه؟ یعنی با مجنون رجب. و در این باره به تو پند و هشدار میدن. خب در ادامه دجالگری میگه حضرتش با این نهی هوشیار شد و همانجا در وسط طوفان و سیل و عملیات نجات برادران به عملیات جاری پرداخت و استغفار. خیلی دجالگری میبینیم. عملیات جاری اسم جلسات مغزشویی روزانه است که مجاهدین هر روز باید در اون شرکت کنن و در واقع بر سر روی خودشون بکوبن، بدترین القاب رو به خودشون بدن، به خودشون رو بریده و مزدور بنامن به طور روزانه، تا مبادا از به اصطلاح سوالات و ابهاماتی که خودش هم گفت که بابا ما اینجا داریم چی کار میکنیم تو این برهوت چیز به ذهنشون متبادر بشه. خب میاد و اینطوری استفاده میکنه که به اصطلاح به صورت مغشویی در این نوشتش به کار میبره که در واقع وسط طوفان نوح باید بشینن عمل جاری بکنن. خب میبینین که آقای رجبی خودش رو تو این نوشته نوح و لیبرتی و اشرف و کشتی نجات و باقی مردم جهان رو کسانی که باید غرق بشن میدونن. من همیشه گفتم که حتی این که ایران بعد از انقلاب به مسیری رفت که همه شاهدیم ناشی از همین رویکرد و سیاست آقای رجبیه که خودش رو در واقع رهبر مسلمین جهان، در واقع امام و پیغمبر و ناجی تمام دنیا اسلام میدونه و باید همه دنیا در واقع در مقابل اون سر تعظیم فرود بیارن، چه برسه که در مواجهه با مقوله خانواده. بله یعنی میگه حتی اگر پسر نوح بود، خب حتی اگر پسر نوح بود باید به اصطلاح باهاش مخالفت کرد. مثلا از همین کتاب صفحه 20ش از حضرت علی نقل میکنه، میگه در جنگ هایی که در رکاب رسول خدا بودم، از نهج بلاغه است برای که دیگه حکم قتل خانواده ها رو صادر کنه، میگه در جنگ هایی که در رکاب رسول خدا بودم
زمانی بود که در برابر پدران و فرزندان و برادران و عموهای خود قرار می گرفتیم و آنها را می کشتیم و البته جز بر ایمان و اعتقاد و استواری و ثبات قدم ما نمی افزود. شکیبایی ما را بر سوزش دردها و سعی و کوشش ما را برای نبرد با دشمن افزایش میداد. ببینید داره به مجاهدین میگه آقایون این خانوادهاتون رو باید کش که اگرم بکشین اتفاقا بر ایمانتون افزایش بر ایمانتون افزوده میشه. و اینو به نقل از حضرت علی میگه. به میگن دجالگری در اوج خودش و مخشویی که میگیم و اینکه میتونه خانواده ها رو اینجوری مجاهدین رو در اشرف بیاره پشت جلو دوربین قرار بده و خانواده هاشون رو بهشون مارک مزدور وزارت اطلاعات چه میدونم عضو سپاه پاسداران عضو سپاه قدس در واقع به نامه از کجا ناشی میشه و در واقع با این کار حکم قتل پدر و مادرای پیروی خودشون رو چیکار میکنن؟ صادر میکنن. ببینید اگه یادتون باشه در بعد از پیروزی انقلاب هم مسعود و هم موسی مدام تو خانواده رضایی ها، مادر کبیری ها و دیگر خانواده ها از جایگاه خانواده صحبت میکردن که ابزاری بود برای کسب حمایت در واقع در بین مردم از طریق محبوبیتی که خانواده های مجاهدین شهید رضایی و غیره داشتن. وگرنه شما خوب میدونین که غیر از کسایی که تو زندان بودن هیچ کس در ایران مسعود رجوی رو نمیشناخت و یا عناصری که الان تحت نام سازمان مجاهدین هستن رو نمیشناخت، مگر اینکه کسایی بودن که به حال تو جنبش مسلحانه مستقیم درگیر و زندان رفته بودن. حتی اونایی هم که تو خارج بودن، تو خارج از زندان بودن، کسی رو نمیشناخت چون در واقع مخفی بود. بنابراین هم مسعود و هم در واقع مسعود وقتی که از اونجایی که در واقع میخوام بگم اونجایی که مثبت داره میگه، خب میخواست در واقع به عنوان یک ابزار از اینا سوء استفاده کنه، از محبوبیت و جایگاه اجتماعی استفاده کنه و چیکار کنه؟ خودش رو بالا بکشه. مثلا آقای خلیل رضایی یادمه قبل از 30 خرداد سال 60 تو لندن اومده بود لندن و بنده خب به عنوان مسئول انجمن دانش مسلمان به اصطلاح هوادار سازمان مسئول امورشون بودم و با هم دیگه خب هش و نش زیادی داشتیم. ایشون از فاز سیاسی با سیاست‌های رجوی مخالف بود و هر کجا که با سیاست اون موافق بودن اون رو نقد می‌کرد. همون زمان تو فاز سیاسی حاج خلیل خودش اینا رو برای من تعریف می‌کرد. گفت قرار بود که من بشم فرماندار مازندران که میگفت این آقا مسعود پسرم محسن رو تیر کرده، علیه من کوک کرده و اومده منو به قطع رابطه فامیلی و افشاگری همه کارات تهدید کرد. یعنی با وجود اینکه از اون طرف نون خانواده رضایی‌ها رو میخورد، هر جا که کسی با سیاستاش مخالف بود به این شکل اونو چیکار میکرد؟ ترور میکرد، ترور نرم میکرد و یا تهدید میکرد که حتی پسرش رو میگفت محسن رضایی رو کوک کرده اومده و در واقع منو تهدید کرده به قطع رابطه خانوادگی و اینکه افشات میکنیم همه جا. مثلا تو اواخر فاز سیاسی آقای سوربی و تو کل فاز نظامی اگه یادتون باشه آقای رجوی از خانواده ها، از کودکان، از مادران پیر به عنوان سپر بلا برای فرماندهان خودش چه تو ترددها و چه تو پایگاه‌های
که سازمان داشت استفاده میکرد که بسیاری از اونها تو درگیری ها کشته شدن. یعنی خانواده ها رو در تمامی ترددات که عناصر نظامیشکنی که انجام میدادن به کار میگرفت که مثلا عادی سازی کنه و طبعا در این درگیری اولین کسی که کشته میشد کودکان افراد سالخورده بودن. یعنی میخوام ببینین که رویکرد رجوی با مقوله خانواده و خانواده ها از روز ازل هم همین بوده. یعنی اون جاهایی هم که مثبت گفته، من حتی مثلا توی نشریه 142 اگه یادتون باشه دفعه پیش هم خوندم که خانواده های مجاهدین در نبردی قهرمانان علیه مثلا خمینی بشر، اینجا هم به شدت دروغ میگه. دقیقاً دقیقاً یعنی بسیاری هم مثلا اینم بگم که ببینید در همین یعنی یک رسمی بود که سازمان این خانواده ها رو در اختیار فرماندهانش میگذاشت که اینها در واقع با خودشون این برابر ببرن که عادی سازی باشن، بهش میگن عادی سازی، یعنی در واقع در قالب یک خانواده باشن. بسیاری هم از همین خانواده‌ها توسط همون فرماندهانی همچون آقای جواد خراسان و یا حسین ابریشمچی که رجوی اونا رو برای الان برای سرکوب مجاهدینی که مخالفن و یا در واقع خواستار خروج هستن استفاده میکرد و یا میکنه، مورد سوء استفاده های جنسی هم حتی قرار گرفت که من اگر کسی به نشریه به سایت ما مراجعه کنه من اینا رو حتی افشا کردم. یا مثلا آقای رجوی چه خودش و چه خانم مریم رجوی صدها بار گفتن، صدها بار همین نکته که شما اشاره کردین که اشرف ربیعی همسرش و مصطفی فرزندش رو در تهران گذاشت تا با شهادتشون سپر بلایی باشن برای خیانت فرار مسعود رجوی از صحنه. این عین گفته های صدباره و رجویه و دنیا شاهد بود که بعد از اینکه موسی و اشرف رو در تهران به شهادت رسیدن، آقای مسعود رجوی تو پاریس دنبال چی بود؟ دنبال زن گرفتن و با خانم فیروزه بنی‌صدر ازدواج کرد، زمانی که اصلا خون موسی اشرف هم خوش نشده بود، هنوز سالش رد نشده بود. چیزی که در میون خانواده های مجاهدین باعث تنفر بسیار شده بود. همونطوری که جلسه پیش هم گفتم، وقتی که این خانواده ها از درها باز شد و در توافقی که بین ایران و عراق شد که میشد دیگه تردد کرد اومد به اصطلاح عراق و ایران، مردم ایران میتونستن به کشور هم دیگه مسافرت کنن و خانواده ها البته به دعوت خود سازمان هم اومدن، همشون روی این یکی از مسائلی که به شدت باعث تنفرشون شده بود همین هم بود که شما اولا که گذاشتی فرار کردی، زن و بچه‌ت گذاشتی اونجا کشته بشن فرار کردی، هنوز سال اینا نشده وقتی ازدواج کردی، بعدم که در واقع به محض اینم که آقای بنی‌صدر یک انتقاد کرد بلافاصله زن رو طلاق دادی. در همون زمانی هم که داشت با خانم فیروزه بنی‌صدر همسر بودی، با خانم مریم عزادانلو هم رابطه داشتی که این مسئله رو آقای سربی توسط خود خانم فیروزه بنی‌صدر در مصاحبه‌ای که با یکی از فرماندهان زن جدا شده از فرقه رجوی داشته مورد تایید قرار داده که آقای رجوی در همون زمانی که میگفت با همسر من بود با زنان مجاهد رابطه داشته. بعدم که دیدین دیگه خانواده مهدی ابریشمچی رو اصلا پاشون و مریم عزادانلو رو چیکار کرد؟ به اصطلاح عقد خودش در آورد. یعنی در واقع این وقتی در رابطه با مقوله خانواده ها تاریخچه سازمان نگاه میکنیم، تماما برای رجوی همونطوری گفتم
برای سیستم دستگاه فکری رجوی دیکتاتوری تروریستی و یا اینکه من امام زمانم، صاحب زمین و زمانم، خب هستی و نیستی تماما متعلق به منه. بنابراین بقیه همه چی ابزاره، همه چی ابزاره، نه عاطفی وجود داره، نه انسانیت وجود داره، هیچ چی نیست. من یادم مثلا بعد از فاز نظامی و اون ضربات هولناکی که به اصطلاح سازمان خورده بود، من اون موقع مسئول ترکیه بودم. خب کارم که فرماندهان بالای سازمان رو از مسیر ترکیه خارج میکردیم. خب با ریزش بسیار فراوانی از نیروها در اثر خیانتی که در جریان فاز مسلحانه مسعود کرده بود مواجه بود، به دلیل خیلی ساده که اعلام جنگ مسلحانه بدون هیچ آمادگی، فرار خودش، کشتن دادن بقیه. در همین سال 62 استفاده ابزاری در رابطه با خانواده میگم، برای اینکه از همچین ریزشی جلوگیری کنه برنامه‌های بسیار مفصلی ترتیب داده بود از ازدواج‌ها که بچه‌ها رو به ازدواج هم در بیاره و از این طریق چیکار کنه؟ بچه‌ها رو نگه داره. یا مثلا تو بحث انقلاب ایدئولوژی یادتونه که در سال 64 وقتی که مسعود اومد و زن مهدی ابریشمچی رو که مریم عزادارون باشه ازش جدا کرد و خودش باش ازدواج کرد، به دروغ گفت این طلاق ازدواج منحصر به فرده و قابل تکرار نیست، یعنی فقط برای من بود که به مریم برسم. در واقع اون موقع این دروغ رو بر مبنای این میگفتیش که من در واقع به جای پیغمبرم و پیغمبر میتونه به اصطلاح همچین کارهایی بکنه. خب همونطوری هم که میبینیم بعد از اینکه مثلا با مریم رجوی ازدواج میکنه و بعد از انقلاب به اصطلاح انقلاب ایدئولوژیک از عراق اخراج وقتی میشه میره عراق، از فرانسه اخراج میشه میره عراق، تا پایان عملیات فروغ جاویدان هیچ خبری از انقلاب ایدئولوژیک نیست، هیچ خبری از معقول خانواده نیست، بلکه اتفاقا آقای رجوی از اهرام خانواده استفاده میکنه و همون ادامه ازدواج ها. اما بعد از فروغ دیدیم وقتی که قافیه برای رجوی دوباره تنگ میشه، این سال 62 که گفتم در اثر ضربات نظامی ریزش زیاد شده بود و همه داشتن از سازمان ترک میکردن با ازدواج، این بار بعد از فروغ چون دیگه تو اشرف بود، چون به اصطلاح اروپا نبود یا ترکیه نبود که به اصطلاح نیروها بتونن به راحتی برن ترک کنن و با قراردادهایی که با صدام داشت به اصطلاح مانع میشد، طبیعی بود. خب حتی نه تنها خانواده ها را از هم پاشون، نه تنها همه خانواده را از هم جدا کرد، حتی فرزندان را هم تحمل نکرد. نه به دلیل دروغی که خودش میگفت که اونم دوری از بمباران و داستان جنگ خلیج، خیر، برای اینکه حضور کودکان، شدت نفرت رجوی از روابط خانوادگی رو میخوام بهتون بگم، چون چرا کودک رو جدا کرد؟ به اینکه کودک کانونی بود برای اینکه این پدر مادری رو که اصلا جدا کرده چیکار کنن؟ یه بار باید هم بینا رو ببینن دیگه، این باید مادر این بچه رو میبرد، پدرش نمیدید، بنابراین این پدر زنش هم میدید یا این مادر شوهرش میدید و اینو نمیتونست تحمل کنه. در اوج دجالگری به بهانه اینکه من بچه ها رو اینجا خارج کنیم که یه وقت دچار مشکل نشن و به این ترتیب چیکار کرد؟ بچه ها رو هم از حتی خانواده گرفت و از عراق خارج کرد که بسیاریشون در خارج در به در شدن و بسیاری مشکلات عدیده که واقعا به گفته نمیاد و دل انسان به درد میاد
که زبان من خلاصه بسته است تو این رابطه. نمیدونم که این حقایق راجع به این در واقع جنایت هایی که رجوی در حق مجاهدین و خانواده مجاهدین و مردم ایران کرده یک روزی باز میشه، گفته میشه تا مردم از کنه قضایه اطلاع پیدا کنن. بله کتاب خانواده، بله اصلا تو سایت این من خودم رو سایت سازمان مجاهدین برداشتم کتاب بزنن که کتاب خانواده این من خودم از رو سایت خودشون برداشتم اینو. بله چشم. باید بنویسن no to terrorism بعد خط تیره لطف کنید بگید که این کتاب خانواده رو میتونن دوستان از روی سایت مجاهدین یا سایت شما پیدا کنن؟ بله تا همین قبل از برنامه شما که بود. ببینید مثلا حالا در واقع این اقدام رجوی در ارتباط خانواده طلاق‌ها در این گفتش خیلی بارز بود. میگفتش که کرخرها، ببخشید که من این واژه رو به کار میبرم چون عین گفته خودشه، که آدم بسیار لومپن و دهنی هم هست، گفت این کرخرها خودشون میخوان برن دست زنشون هم میگیرن و میرن، بعد خطاب به همسرشون در واقع به خطاب به مثلا زن اون خانواده میگفت خدات مگر اوست، منم، تو به خاطر من اومدی چرا با اون میری؟ یعنی این موجود رو ما هر چقدر ابعادو شو بگیم باز کم گفتیم. یعنی واقعا این رجوی رو باید خوب شناخت. آقای سوردی، من در خاتمه خواستم یه در واقع پیام رو به وضوح بدم و اون که بحث ما فقط صرفا دفاع از خانواده های مجاهد نیست، بلکه بحث ما دفاع از خانواده ها به عنوان نماینده خلقیه که رجوی تماما در قالب خانواده ها اون رو لعن و نفری میکنه، کمر به نابودیش بسته، قصد داره تروریسم خودش رو مشروع جلوه بده. بحث به قربانگاه بردن خلقی و جنبشیه توسط مسعود رجوی، این شیاد همتای ابوبکر البغدادی و هم امثالهم. اگر ما خودمون رو بالواقع فرزندان مصدق میدونیم و اوست که سرمشق جنبش استقلال طلبی، دموکراسی و آزادی خواهی ایران مدرن هست، این وظیفه ماست که شیادان دینی همچون رجوی رو در قالب نو قصد رجعت به هزاران سال پیش رو دارن رو افشا کنیم و از خطر داعش ایرانی هشدار بدیم، برهانیم. در همین رابطه نیز به تمامی کسانی که از ابزار رجوی بعد از شکست ترورهای سختش، یعنی کشتار و جنایت و خونریزی و بمبگذاری او در فاز نظامی و سپس در قالب گوشالی ارتش آزادی با کمک صدام و چه در ترورهای نرمش از جمله موضوع خوندن خانواده ها و یا مخالفین و منتقدین مجاهد و شورایی و غیر شورایی به خودش استفاده میکنه، یادآوری میکنیم بهشون. یعنی کسایی که از همین ابزار رجوی استفاده میکنن بازیچه تفکرات رجوی نباید بشن و در جنایات اون شریک نشن. شجاعت و دراعت متکی به دموکراسی و آزادی های مدنی و آزادی فکر و اندیشه ایجاب میکنه که به همه حرفا گوش کنن و اجازه بدیم که همه حرف خودشون رو بزنن. ترور نرم مخالف و دگراندیش ابزار تروریستیه
هرچند که آدم در کلام این ترور سخت رو نفی کنه. من بهتون توضیح دادم که مثلا بعد از انقلاب خب همین بحث خانواده ها بود دیگه. من بهتون توضیح دادم که بحث خانواده چجوری چه بلایی سر خانواده ها آورد و چجوری اینا رو مثلا یه جایی لازم بود اینا رو برای اهداف خودش به صورت ابزار اینا رو با هم بدون هیچ اینکه حق انتخاب داشته باشن اینا رو مجبور ازدواج به هم میکرد. بلافاصله بعد از خروج جاویدان خب در واقع ضربه بسیار مهلکی بود. هنوز بوده 10 روز 15 روز از ضربه نگذشته بود، هنوز خیلی تو بیمارستان بودن زخمی‌ها، هنوز بچه‌ها در ماتم از دست دادن همسر و فرزند و برادر و خواهرشون بودن. شروع کرد تمام کسایی که زنشون کشته شده بود و اونایی که شوهرشون کشته بود اینا رو به هم گفت باید شما با هم ازدواج کنید. یعنی در یه فاصله کوتاهی بلافاصله بعد از فروغ برای اینکه جلوگیری باز بکنه از ریزش، ما روزانه شاهد 10 عروسی بودیم. یعنی استفاده ابزاری در هر وقت هم که الان هم میبینیم که نوشته دیگه در واقع میبینیم توی تا دیروز خانواده ها، یعنی وقتی میگیم بعد از انقلاب، اینو در اسفند سال 61 گفته آقای رجوی، اینم سال 88. خانواده ها الان مجاهدی یا مزاحد، حرفش هم این نیستش که مثلا یه خانواده 10 تا خانواده همه خانواده. من دیگه از کتابش براتون خوندم و از قول حضرت علی هم فرمان قتل همه رو صادر کرد. یعنی روی کردش بعد از انقلاب هم با خانواده ها در واقع بینشه. بینندگان عزیز، میتونید با آقای داوود ارشد مستقیما تماس بگیرید از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل یا از طریق وبسایت ایشون، یا با ما تماس بگیرید، پیام بذارید، پیام های شما رو برای ایشون ارسال میکنیم تا در برنامه های آینده بهش پاسخ بدن. باز هم از شما ممنونم که بیننده ما بودید. لطف کنید این برنامه ها رو به دوستان هم معرفی کنید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. مرسی و به امید دیدار. تشکر میکنم ازت.